برای صلح خونی شناوی 2023-2024 معروفچین شهری بختر با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و مبلغ‌گذاری سری وقتی ریاست مالیه بناهای مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی و تا مکتبی از تعمیر و ترمیم برآورده شده. آموزگاران کارهای آمادگی را در سطح ضروری انجام دادند. از جمله در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 9 صنفخانه و بنای مکتب را پورا از تعمیر جاری برآورده، امروز صحن حولی و گرد و اطراف بنای مؤسسه را تازه و آزاده نموده به نگاهبین گل و بوته‌ها و نیال‌های شنونیده شده مشغول می‌باشند. ماموریت مؤسسه زمین‌های نزد مکتب را ثمرناک استفاده برده یکچند نامگوی سبزوات کش نمودند که نشونمای خیلی خوب دارند. رهبریت لیسه تمویل تکنولوژی به نام نظیر مهدف همه صنفخانه‌های تعلیمگاه را از تعمیر اساسی برآورده با استحای عیونیت‌های خانه‌اش مجهز گردانیدند. کودکانی که در سال خونیش 2023-2024 به صنف یکم برای تحصیل نامنویس گردیدند، امروز آموزگاران صنف‌های ابتدایی با آنها درس گذرانیده برای تحصیل آماده نموده ایستادند. ماموریت و کل آموزگاران لیسه تمویل تکنولوژی شهر بختر برای در سطح بلند پیشواز گرفتن سال تحصیلی 2023-2024 با پروژه آماده دیده ایستادند که چخیلی که به همه شما معلوم است تمام صنفخانه‌های مؤسسه تعلیمی از تعمیر برآورده شد. ما با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر بختر لیسه را پورا از تعمیر برآوردیم. با میز و کرسی‌های نو، با صنفخانه‌های تازه و آزاده آماده هستیم که خوانندگان را قبول نماییم. بنای دوشنه تعلیمگاه را از تعمیر اساسی خوشصفت پورا برآوردند. همه صنفخانه‌های مؤسسه ترمیم گردیده برای قبول مکتب بچگان در صنفخانه‌های آزاده و برهوا همه جانبه آماده میباشد. راهروهای داخل مؤسسه با سفالک‌های زمانوی آرا داده شده است. در صحن حولی مکتب گل‌های موسمی و نیال‌های آرایشی شنانیده شده. بنای مؤسسه با نوشتجات و آویزه‌ها آرا داده شدند. بنای داشتنی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 7 نیز از تعمیر اساسی خوشصفت پورا برآورده شده است. ضمن صحبت محصلین شعبه معارف شهر بختر اطلاع دادند که از جانب رهبریت شعبه معارف برای آماده نمودن مؤسسه‌های تعلیمی در همه تعلیمگاه‌های عمومی و تا مکتبی نماینده وابسته گردیده است که امروز از رفت تیاری مؤسسه‌ها برای سال خونی نو 2023-2024 نظارت برده می شود. همین است که تعلیمگاه‌های شهر برای سال خونی نو تا امروز همه جانبه آماده می باشند. نازنین کاملова گلغنچه پرنکه‌ی باغ استقلال است. از فیض و تراوت، آبادی و شکوفایی خوجند دلربا همیشه بهره می‌بردارد و در راه علم و دانش روح و الهام تازه می‌گیرد. پیروی شخصیت‌های محبوب دیار بودن را آرزو دارد. کوشش می‌کند تا وارث شایسته و فرزند نامور این میهن گردد. بهر این همیشه زحمت می‌کشد. با سفینه مراد روی موج‌های دریای سیر شنا دارد تا دریچه علم و عرفان برایش باز گردد. پیروهای امید این نبرد سفینه پر امید نازنین هوشمند و دانش طلب را پیگیری می نماید. نازنین کاملова گلدختری با هنر و صاحب استعداد، ذکی و دانا، تشنه و جویای علم و هنر می باشد. خوشبخت و سعادتمند است که در تحصیل و خوانش
تمام امکانیت‌ها برایش فراهمند. پیوندانی با فضل و با خیرتش همیشه آیینه‌دار نور معرفت هستند. امید صاحب خیرت و صاحب معرفت کمال یافتن فرزندان را می‌کنند. این میوه شهدریز باغ استقلال و وحدت با خوشحالی و قناعتمندی کوشش دارد تا میراثبر و ادامه دهنده شایسته سلاله صاحب مقام والدانش باشد. کوشش و زحمت‌هایش در راه علم و عرفان بود که روزنه کامیابی بارها برایش بازگردید. در آزمون و المپیادهای جمهوریوی و بین المللی موفق شد. چون میگن زورق مرادی هر کس رو علم و دانش پیش میبرد. میگفتید که با استفاده کدام سرچشمه ها شما دانش خود را افزون می نمایید؟ من به آموزش زبان انگلیسی مشغول می شوم. کتاب های بدیعی می خوانم. از شبکه های اینترنتی نیز چیزهای خوب را پیدا کرده می خوانم. در آزمون های تین ایگل، اکادمی خورد، سیریوس، هیپو، کنگورو و هر گونه آزمون ها اشتراک نمودم. نازنین کامیلووا که در المپیاده بین المللی در شهر لندن برگزار گردید از فن انگلیسی به جای دوم سزاوار گشت. نازنین یکی از خواننده فعال پیشقدم در همه آزمون ها، در همه المپیاده های جمهوریوی مکتبی بین المللی اشتراک میکند. چند روز پیش او در آزمون گرانده استیپندی اشتراک کرد. امیدواریم که او صاحب گرانده استیپندی پرزیدنتی میگردد. از آن که امکانیت تحصیل و آموزش در این مؤسسه ها از جمله مؤسسه تعلیمی دولتی روسیه و تاجیکستان در شهر خوجند فراهم است، طالب علمان با شکرگزاری از این غمخواری و مهربانی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان پی دانش و علم آموزی هستند. نازنین خوشتاله نیز از این فیض استقلال بهره‌مند است. عین حال در صنف نهم این مؤسسه تازه بنیاد با بهای اعلا رفتار نمونوی تحصیل می کند. از آن که خصلت‌های حمیده دارد، اهل خوانندگان و آموزگاران احترامش می کنند و همیشه از کامیابی اش با قناعتمندی و سرفرازی حرف می زنند. با فن بیولوژی شوق و رغبت زیاد دارد. خود را همچون یکی از خواننده‌های بهترین از اول‌های سال خوانش نشان داده توانست. کامیابی‌های زیاد دارد، نه تنها در فن بیولوژی خود را نشان داده توانسته است، بلکه با زبان آموزی نیز مشغول می‌شود و در المپیادهای گوناگون نتیجه‌های خوب نشان داده توانست. می‌خواهم مثل بابایم و خواهرم کسب دکتری را گیرم. بیشتر فن‌های شیمی و بیولوژی را می‌خوانم. نازنین زیرک و عاقل با مقصد بهره برداشتن از روشنی این نور معرفت در وقت تعطیل نیز زود به کتابخانه می آید. با مطالعه اثرهای پرمضمون برای آینده اش نور می افکند. جام جهان نما را برایش باز نموده، پلهای مستحکم و توانا را برای دریافت دور مقصود بهر آینده اش بنیاد می نماید. با پیروهای هموار، نیکی و نکوکاری قدم نهادن را می پسندد و آن را از فضیلت‌های خوب انسانی می شمارد. او نه تنها می تواند با زبان روسی به خوبی حرف زند، با زبان خارجی به خوبی حرف زند، بلکه با زبان تاجیکی بیشتر شعرهای خوب میخواند، غزلهای خوب میخواند که این مرا وادار میکند که بیشتر به اثرهای نویسندگان کلاسیک، نویسندگان معاصر با او همکاری نمایم و از روی فهمش من بیشتر اثرهای صدرالدین عینی، یعنی اساسگزار ادبیات معاصر تاجیک را بیشتر دوست می‌دارد، حرمت می‌کند. اثرهای خوانده او مرگ سودخور و بخارا بلکه غلامان عینی میباشند. همین چیز را هم گفته گذارم که او قلم خیلی روان دارد. وقتی که در نوشتن املا، در نوشتن انشا قلم خوب و روان دارد. عقیده خود را ناترسانه گفته میگذارد.
با احترام و ارجگذاری به زبان مادری، زبان ناب تاجیکی، زبان رودکی و ابن سینا، عینی و لایق، نازنین به آموزش زبانهای روسی و انگلیسی میل و رغبتی زیاد دارد. از پی آن است که آنها را با تکمیلش آموزد. بیشتری وقت خود آموزی کرده مشق زباندانی و سخندانی می نماید. برابری این از آموزگاری صاحب تجربه و صاحب ملکه مؤسسه دلاشوب نکمت و زبان انگلیسی را وسیع‌تر و عمیق‌تر از خود می نماید. با راهنمایی این استادش با تهیه رساله در موضوع دوستان بر دروغ ترجمان در دور جمهوریوی آزمون اکادمی خرد علمها دست بالا گردیده جای اول را اشغال نمود. What about the emblem of Scotland, Nazanin? The floral emblem of Scotland is also considered to be a symbol of Scotland, wearing a sprig of heather and is believed to bring good luck. نازنین توانست که کتاب درسی زبان انگلیسی را برای صنف 8 مورد تحلیل قرار داده 100 انمین واژه‌ها یا دوستان بر دروغ ترجمان را از کتاب درسی خود آشکار نماید که این برای راه ندادن به خطاگی‌ها خیلی به خوانندگان مساعدت می‌کند. از اون که تعطیل تابستانه ادامه دارد و میگفتید که عین حال در وقت تعطیل شما با کدام عمل‌های مفید وقت خود را صرف می‌نمایید؟ به کارهای مادرم یاری میرسانم، به کتابخانه رفته کتاب‌های بدیعی را میخونم. من همه ای طعام‌ها را تیار کرده میتوانم، همچنین شیرینی و گلچه قند. نازنین دوستدار تاریخ اصلی نیاکان است. پیوند و آشنایی با روزگار پر ارزش و پر اسرار اجدادان برایش جالب و شوق‌انگیز می باشد. از اینجاست که هر وقت امکان یافت به آثارخانه تاریخی و کشورشناسی ولایت می آید. با کارنمایی و قهرمانی، دلیری و شجاعت و تندرستی و میهن پرستی مبارزان راه عدل و عدالت را که در تاریخ چهره‌های ماندگارشان ثبت شده است معلومات مفید گرفته، از آنها سبق برای زندگی و فعالیت من بعدش می آموزد. پیرو و ادامه دهنده عملهای نیک و سازنده آنها بودن را در دل می پرورد. چخیلی که در صحبت قبلی گفتید که شما به وسیله اشتراک در المپیاد بین المللی سفر نمودید به شهر لندن. خوب از همین شهر زیبا منظر به خود چه خاطرات نیکی دارید؟ در شهر لندن و به جایهای تاریخی آن شهر رفتیم، مثال آثارخانه گری پاتر و باغ‌ها و ساعت بیگ بن که به من خیلی پسند آمد. نازنین خان کامیل و یکی از جوانان فعال شهر خوجند می باشند. در آزمون‌های مختلف سطحی شهری، ولایتی، جمهوری اشتراک می نمایند و البته به نتیجه های بلند سزاوار گردیده ایستادند. در آزمون علم فروغ معرفت، در آزمونی که از جانب اکادمی علم ها برگزار می گردد، در چاره‌بینی ها و آزمون هایی که در سطح شهری برگزار می گردد، یکی از فعالترین جوان دختران می باشند و به نتیجه بلند البته سزاوار گردیده ایستادند و من از این گونه جوانان البته افتخار میکنیم و امید بر آن داریم که البته برای بلند برداشتن شأن و نفوذ هم شهر، هم ولایت و هم جمهوری در عرصه بین المللی البته سهم خود را میگذارند. در قطار صدها جوانان سعادتمند میهن، نازنین توانا با ذکاوت، دانش عمیق، ملکه و مهارت بلند زباندانی در المپیادهای بین المللی دست بالا گردیده، پرچم تاجیکستان را بین صدها کشورهای عالم پرافشان نمود. این غالبیت برایش نیرو و توانایی بهر هرچی بیشتر از خود نمودن علم و دانش گردید.
در ردیف جوانان بهترین و شایسته شهر خوجند شامل شد که از این خیلی سرفراز است. چون طلوع خورشید، نگین پرجلا، نازنین دلربا در عالم علم و عرفان درخش جالب دارد. همیشه با درک ارزش‌های به همتای دوران تحصیل و آموزش برای کامیابی رسیدن به قله‌های مقصود علم و معرفت با اراده قوی بال توانا میزند. امید به پیروزی در جاده صاحب کسب و صاحب عمل شدن نازنین میبندیم. اطمینان داریم که البته آینده با هنر و استعداد فطری‌اش در خرمی و سرسبزی تاجیکستان محبوب سهم شایسته میگذارد.